سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تمریناتون رو حل کرده باشین. امروز میخوایم در رابطه با نمودار شتاب زمان با هم دیگه صحبت کنیم، ولی قبلش یه سری روابط شتاب رو با هم دیگه مرور کنیم. شتاب، روابطی که برای حرکت شتابدار داشتیم چی بود؟ اینجا می‌نویسم حرکت شتابدار. بهتر. برای حرکت شتابدار ما یه رابطه اصلی داشتیم که بهتون گفتم دلتا x برابر 1/2 آتی 2 به اضافه وی صفر تی بودش که سرعت اولیه رو توش داشتیم. این مهمترین رابطه است. و اگر که سرعت آخر بازه رو میخواستیم تو رابطه بذاریم، گفتیم منفی 1/2 آتی 2 به اضافه وی تی هستش. این وی سرعت ثانوی است، سرعت آخر بازه هستش. و مورد بعدی 2 دلتا x برابر میشه با v2 منهای v02. بچه این رابطه برخلاف اون دوتا قبلی چی نداره؟ زمان رو نداره. پس میگم که در واقع مستقل از زمانه. پس این رابطه مستقل از زمان هستش. یعنی زمانی که تی برای شما اصلا اهمیت نداره میتونی از این رابطه استفاده کنی. مورد بعدی که میخوام امروز بگم دلتا x برابر میشه با v به اضافه v0 تقسیم به 2 ضرب در t مینویسم. این برخلاف اون ستای قبلی چی توش نداره؟ شتاب رو نداره. پس این رابطه مستقل از شتاب هست. v که همون سرعت ثانوی است. v0 هم سرعت اول باز است. با هم دیگه جمع میکنی تقسیم به 2 ضرب در مدت زمانی که طول کشیده. حالا همون دلتا تی میتونی بگی. ضرب در اون میکنی. خب من امروز با این دوتا بیشتر کار دارم. اگر این دوتا رو بلد باشی، برخلاف این که معمولا اساتید میان میگن که نه با همون رابطه دلتا x برابر 1/2 آتی 2 به اضافه وی صفر حل کن، خیلی از رابطه ها به مشکل میخوری و مجبور میشی نمودار بکشی. من اصلا مخالف این موضوعم که بخوای نمودار بکشی، چون درصد خطات خیلی میره بالا و اینکه زمانت هم خب خیلی میگیره بخوای نمودار بکشی. حالا بریم حل کنیم، بهت میگم کجا از اینو استفاده کنیم. این پس یه سری روابطی بود که با هم دیگه داشتیم و مرور کردیم. بریم سراغ سوال 3 رو نگاه کن. سوال 3 داره میگه یه ماشین داریم، داره حرکت میکنه توی لحظه تی برابر 0 با تندی 12 متر بر ثانیه از مبدأ مکان میگذره، متوقف میشه، یعنی وای میسته توی نقطه B. حالا میگه بر میگرده از مبدأ مکانش هم که میگذره توی فاصله 54 متری ازش وای میسته. این تیپ سوالا رو بچه‌ها هر خطیش که میخونی شکل بکش. شکل این داستان چیه؟ داره میگه که اینجا نقطه 1 شروع میکنه به حرکت، میره نقطه B وای میسته، دوباره جهتش رو عوض میکنه، بر میگرده میاد حالا توی نقطه 2 وای میسته. اینجا داره بهت میگه فاصله نقطه 1 و 2 از هم دیگه 54 متره. این دوتا رو بهت داده فاصله‌شو 54 متر. میگه فاصله نقطه B از اولیه چقدر بوده. سرعت اینجا هم بهت داده، V1 رو داده بود چند؟ 12 بود. 12 اون یکی هم 24. سرعت توی اینجا 12 توی نقطه 2 هم 24. همون چیزی که صورت سوال گفته رو من نوشتم و کشیدمش که متوجه بشم که چی رو از من میخواد. خب گفتیم که تو نقطه B وای میسته. وای میسته یعنی چی؟ سرعت نداره. پس ویش 0 بوده اینجا. اسم اینجا رو میذارم V2، این یکی هم باشه V3. از ما چی رو خواسته؟ این یه تیکه رو میخواد. خب من اگر از اون رابطه‌ای که تو شتاب داشت، همون 2 دلتا x برابر میشه با v2 منهای v0 بخوام بنویسم که خب شتاب رو ندارم، دلتا x هم مجهوله. از این که نقطه 1 و 2 رو بهت داده یه چیزی میتونی در بیاری.
فاصله این دوتا رو داری یعنی دلتا ایکسش رو داری و سرعت اول و دومم که داری، پس میتونی شتاب از اینجا به دست بیاری. میگم 2a دلتا ایکس برابر میشه با v2 منهای v0 به توان 2. شتاب رو ندارم. دلتا ایکس بوده 54، سرعت اول بوده، سرعت آخر در واقع بوده 24 به توان 2 میرسه منهای 12 به توان 2. بچه‌ها 24 همون 2 ضرب در 12 بوده دیگه که کل اینا داره به توان 2 میرسه. پس من میتونم از یه 12 به توان 2 فاکتور بگیرم، یعنی میشه 12 به توان 2 در 2 به توان 2 منهای 1 به توان 2. 2 به توان 2 که میشه 4، 1 هم به توان 2 که 1، پس این میشه 3. 12 به توان 2 میشه 144. خب من همینجا می نویسمش، 144 ضرب در 3 داره میشه. 144 رو به 2 ساده کنیم. اینجا دیگه محاسبه خیلی مهمه بچه‌ها. 144 تقسیم به 2 بخوام بنویسمش میشه چقدر؟ بیا بنویسیم. 144 تقسیم به 72 میشه. 2 هفته که 14 تا، این هم 4 2، این میشه 72. حالا 54 با 72 هر دوتا به 9 ساده میشه. 9 8 تا 72 تا، 6 9 تا 54 تا. 3 با 6 ساده میشه، این میشه 2. پس شتاب از اینجا به دست اومد 8 دوم که میشه 4. شتاب پس به دست اومد. حالا میتونم همین رابطه رو استفاده کنم واسه همون قسمت مجهول، منتها این بار نقطه 1 و نقطه B رو در نظر میگیرم. پس میام دوباره مینویسم، میگم 2a دلتا x برابر میشه با v2 منهای v0 2. واسه اون قسمت شتاب رو پیدا کردم، شده 4 دلتا x رو میخوام. وی آخرم که 0 بوده منهای سرعت اولم 12 به توان 2 144. این منفیش بچه خیلی مهم نیست به خاطر اینکه گفته تندی رو میخوام، یعنی قدر مطلقی در نظر میگیریم. سرعتمون رو 2 با 144 که گفتیم میشه 72 و از اینجا دلتا ایکس به دست میاد 72 تقسیم بر 4 باید بنویسیم. خب بنویسیم تقسیم بر 4. 1 4 تا که 4 تا، این میشه 24. 4 6 تا آره دیگه، نه یه لحظه این 3 میشه. چرا 74 نوشتم؟ 72. خب 72 پس میشه 32، این میشه 18. پس دلتا ایکس ما بوده 18 تا. این فاصله پس به دست اومد. خب این از این. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 4 داره میگه یه متحرکی داریم، سرعت اولیه v0 بوده و شتابم بهت داده 2. خلاف جهت محور x داره حرکت میکنه. توی 10 ثانیه میره و چقدر طول میکشه؟ مسافتی که میره بوده 52 تا و جابجایی که داشته بوده منفی 20. تندی اولیه رو میخواد. من دوباره شکل میکشم واسه چیزی که داره سوال میگه. خب یه لحظه. مسافت رو گفته 52، دلتا ایکس بوده 20. سرعت اولیه رو میخواد، شتابم بهت داده 2. کل مدت زمان هم 10 ثانیه طول کشیده. خب بریم همینو حلش کنیم. یه نکته، دی با دلتا ایکس برابر نیست، مسافت با جابجایی برابر نیست. نکتهش چی بود؟ میگفتیم که وقتی مسافت با جابجایی برابر نباشه یعنی چی داریم؟ تغییر جهت داریم. خب تغییر جهت داریم یعنی متحرک یه مقدار رفته، یادش افتاده یه چیزی جا گذاشته، برگشته یه مقداری وایستاده. حالا فاصله نقطه اول و دوم میشه دلتا ایکس. اینو بهت داده 20. سرعت اولیه هم که میخواد، v0 رو ازت میخواد. خب میخوام مسافت رو برات بکشم.
مسافت کل این مقداریه که رفته دیگه، درسته؟ از اینجا تا اینجا 20 تا اومده. خب 20 تا از اون 52 تا کم کنی میشه چقدر؟ میشه 32 دیگه. میشه 32 تا. حالا 32 یعنی از اینجا تا اینجا کلا بوده 32. اینجا بوده کلا 32 متر. کل رفت و برگشت 32. خب ما میگیم یه مقداری میریم همون مقدار رو برمیگردیم. یعنی اینو تقسیم به دوش کنی، 32 تقسیم بر 2 میشه 16. از اینجا تا اینجا 16 تا میره، همون 16 تا رو برمیگرده. الان مسافت درست شد. الان تازه فهمیدی نقطه اول با این نقطه‌ای که میخواد تغییر جهت بده فاصلش چقدره؟ یه 20 تاست با یه 16 تا میشه 36 تا. یه نکته دیگه توی نقطه آخر که تو سوال قبلی هم بهت گفتم، نقطه تغییر جهته. نقطه تغییر جهت جایی که سرعت صفره. ببین من الان سرعت اول بازه رو میخوام، سرعت آخر رو دارم، دلتا ایکس هم دارم، شتابم دارم. از چه رابطه‌ای میتونم استفاده کنم؟ 2A دلتا ایکس برابر میشه با V2 منهای V02 مینویسم. شتاب که بوده 2، دلتا ایکس هم که گفتیم 36، سرعت آخر 0 بوده منهای سرعت اول به توان 2. اندازش رو میخوایم، حالا منفیش خیلی مهم نیست. 2 تا که میشه 4 تا. 4 ضرب در 36 جذرش رو راحت میتونی بگیری دیگه. جذر 4 که میشه 2، جذر 36 هم میشه 6. 2 6 تا 12 تا. این پس به دست. خب اینم از این. امیدوارم که تا الان براتون مفید بوده باشه بچه ها و لطفاً لایک و سابسکرایبمون کنین، برای دوستاتونم بفرستین و از پیجمون حمایت کنین تا ویدیوهامون ادامه دار باشه و بهتر به شما کمک بشه. خب بریم سراغ سوال 5. این بار نمودار داریم. نمودار داریم اونم 2 تا. 2 تا متحرک داریم که هر 2 تا حرکت شتابدار دارن. خانم از کجا فهمیدی شتاب داره؟ خب اگه سرعت ثابت بود که خط بود، یه خط صاف بود، یه شیبی داشت، حالا ولی نداره. نگاه کن یه ذره گودی داره، یعنی سهمی طوره یه جورایی، پس شتاب داره. جلسه اول اگه یادت رفته ویدیو میاد بالا، جلسه اول نگاه کن. خب از حال سکون هر 2 تا شروع میکنم به حرکت، پس هر 2 تا سرعت اولیه هاشون 0. شتاب متحرک آ رو بهت داده 1.5 یا حالا همون 3/2. میگه سرعت B به سرعت آ رو تو لحظه ای که این 2 تا دارن از هم سبقت میگیرن بگو. خب تو لحظه ای که سبقت میگیرن یعنی به هم میرسن. بعد یکی میره جلوتر، این میشه سبقت. پس اینجا توی این نقطه میگه سرعت B به آ به B چقدر؟ من میگم که سرعت اول که میدونم واسه هر 2 تا 0. شتاب آ رو به من داده. بریم اول سراغ نمودار آ. نمودار آ اینه. این. خب واسه نمودار آ میگم که دلتا ایکس برابر میشه با 1/2 آتی 2 به اضافه وی صفر تی براش بنویسم، چون میدونم وی صفرش 0 بوده، خیلی راحت تره دیگه، اعداد کمتر اینجا مینویسم و دلتا ایکسش هم 75 متر بوده. شتابش هم بهت داده 3/2 ضرب در تی به توان 2 مینویسی. 75 به 3 میشه 15 میشه. بس بنویسم یه موقع اشتباه نگم. 75 تقسیم به 3 بنویسیم. نه نمیشه. 2 تا 6 تا. خب میشه 25. خب این بوده 25. 2 تا که میشه 4 تا. یه طرف این وسط این کنین 4 در 25 ضرب میشه 100. پس تی به توان 2 بوده 100. تی به دست میاد میشه 10. پس اون لحظه که میخواد 10 ثانیه بوده. این از این. بریم سراغ نمودار B. نمودار B اگر همین رابطه رو برش بنویسم، دلتا ایکس برابر میشه با 1/2 آتی 2 به اضافه وی صفر تی، سرعت
اولش که صفره هیچی. دلتا ایکسش چقدره؟ نگاه کن از منفی 25 اومد، از منفی 75 اومده مثبت 75. فاصله اینا رو میخوایم دیگه، یه 75 تا با یه 75 تای دیگه، 2 تا 75 تاست. خب میشه چقدر؟ میشه 150 برابر میشه با 1/2 شتابش رو ندارم، شتاب بی رو آره این بی بود، شتاب بی رو ندارم ولی زمان رو پیدا کردم چون این تیه مشترک بود دیگه، از توی قبلی پیدا کردم. 10⁻2 میشه 100. خب یه صفرش با این بره، 2 هم با این ساده میشه 5، 5 هم با 15 میشه 3. پس شتاب بی به دست میاد. خب شتاب بی به دست میاد میشه 3. شتاب رو به دست آوردم. حالا باید بریم سراغ سرعتاشون. بچه‌ها برای سرعت یه نکته داریم که من بهتون میخوام بگم. این رابطه رو بلد باش. این رابطه رو بلد باش. V برابر میشه با آتی به اضافه V0. این رابطه چه زمانی کاربرد داره؟ وقتی که سرعت یه لحظه رو میخوای به دست بیاری. مثلا شتابت بوده 2، سرعت اولیت هم بوده 1، میخوای ببینی توی لحظه 3 ثانیه متحرکت سرعتش چند میشه. خب میام توی این رابطه میندازم، میگم سرعت رو میخوام تو لحظه 3، شتاب که بوده 2، زمانش هم بوده 3 ثانیه، تو بعد از 3 ثانیه میخوام بدم چقدره، به اضافه سرعت اولیه هم که 1 میشه 7 متر بر ثانیه. پس سرعت رو میتونی اینجوری هم به دست بیاری، به غیر از حالا روابطی که تا الان داشتیم. خب الان من میخوام یه بار سرعت آ رو بنویسم، یه بار سرعت بی رو، چون شتاب هر دوتا هم پیدا کردم راحت توی لحظه 10 به دست میاد. چون توی لحظه 10 میخوایم دیگه، گفته بود تو اون لحظه‌ای که به هم دیگه میرسن از هم سبقت میگیرن، ما اون لحظه رو به دست آوردیم شده 10 تا. خب بذار با یه رنگ دیگه بنویسم. الان وی آ رو میخوام بنویسم، میشه آتی به اضافه وی 0. این برای آ. شتاب آ 3/2 بوده، تو لحظه 10 میخوام سرعت اولیه هم که 0 بوده، این میشه 15. خب حالا سرعت بی هم همینطور بنویسم، میشه آتی به اضافه وی 0 واسه بی. شتاب بی رو پیدا کردیم 3، مدت زمانم که 10 بوده، سرعت اولیه هم نداریم میشه 30 تا. خب سوال نسبت بی به آ رو میخواد، وی بی تقسیم بر وی آ می نویسم. وی بی که شده 30 تقسیم به 15 میشه 2. پس نسبتش به دست اومد شد 2. خب اینم از این قسمت بچه ها. حالا میخوام در رابطه با یه سری نمودارهای شتاب بهت توضیح بدم. نمودار شتاب زمان. نمودار شتاب زمان چیه؟ یه محور بر حسب شتاب، اون یکی بر حسب زمان. خب در حد فیزیک شما هم این نمودارها همیشه خطی هن. دیگه خوش به حالتون. مثلا یه همچین شکلی بهت میده. اینجا فرض کن بوده 2، اینجا هم بوده 8 میزه. اینجا هم شتاب بوده 2 مثلا، اینجا هم بوده منفی 3. میخوام بهت یاد بدم، خوب گوش کن خوابت نبره، چجوری این نمودار رو تحلیل کنی. یادت بهت گفتم که یه سری از اساتید میان میگن که نمودار بکش، از روابط دیگه استفاده کن. خب من میخوام یه کار بهت یاد بدم که نیاز نباشه نمودار بکشی. یه سری از دوستان، حالا خیلی توضیح نمیدم، میان نمودار ویتی میکشن. نکشید آقا، نکشید، وقتتون میره. سر کنکور انقدر وقت نداری که بیای حالا کلی نقاشی کنی، رسم کنی، محور زیرش و مساحتش رو بکشی بره، نمیشه. و یه نکته دیگه، محاسبه. بچه‌ها محاسبه به هیچ وجه عدد حفظ نکن سر کنکور. انقدر اون لحظه استرست بالاست تو فکر میکنی مثلا یه سری اعداد طلایی که به شما میگن و مثلا یادت میمونه. واقعا
نکن این کارو. ضرب ساده، تقسیم ساده، از انگشت استفاده کن، جمع کن. واقعا میگم اصلا مهم نیست، هر جور که بلدی جمع و منها تو انجام بده، محاسبت رو انجام بده و هیچ، تاکید میکنم، هیچ عددی حفظ نکن، چه توی استوکیومتری شیمی چه توی فیزیکت. خواهش میکنم. خب بریم سراغ نمودار شتاب زمان. میخوام بهت یاد بدم چجوری این نمودار رو تحلیلش کنی. داره میگه تا 2 ثانیه شتاب 2 داشته متحرک. فرض کن سرعت اولیه هم 0 بوده. الان من میخوام ببینم سرعت لحظه 2 چقدره که بعدش شتاب عوض میشه، سرعتش به چند میرسه که بعد عوض میشه. چیکار کنم؟ همین رابطه‌ای که بهت گفتم، v برابر آتی به اضافه v0 مینویسی. v رو میخوای، شتاب 2 توی مدت زمان 2 ثانیه، سرعت اولیه هم که 0 میشه 4. پس در لحظه t برابر 2 ثانیه سرعت 4 متر بر ثانیه بوده. سرعت اینجا رو می نویسم 4. تو خود همین نموداری که داری چه شاید عادت میکنه مثل من بنویسی، بیا سرعت این زمانها رو بنویس. نگاه کن، یکی زمان اول یعنی تی برابر 0 مونه که 0، وی ما 0. یکی 2 رو باید به دست بیاری که به دست آوردی. خب این خدچینه تا این پایینم هست دیگه، یعنی سرعت لحظه 4 واسه اینجا هم هست. حالا اینجا شتاب عوض میشه. شتاب عوض میشه، منفی میشه. شتاب منفی میشه، حرکت کندشونده یعنی داره میشه. با یه لحظه 8 رو داریم. میخوام ببینم تو لحظه 8 چقدره سرعتمون. چیکار میکنیم؟ میگم v برابر آتی به اضافه v0 واسه این قسمت مینویسم از 2 تا 8 ثانیه. سرعت رو میخوام، شتابمون که بوده منفی 3، زمان رو چی میذاری؟ 8 نذاری. دارم بهت میگم این بازه زمانی که شتاب من 3 بوده چند ثانیه تا چند ثانیه است؟ 2 تا 8 ثانیه است. پس زمان 6 ثانیه است که با این شتاب داره میره. دلتا تی میذاری. خب به اضافه سرعت اول این بازه، سرعت اول بازه‌ای که شتاب منفی 3 داره شروع میشه چقدره؟ نگاه کن، 4. اینو بچه‌هاش همین یه چیز ساده رو بچه‌ها اشکال دارن و استادام خیلیشون حوصله ندارن بگن، در نتیجه میگن رابطه حفظ کن. نکن. خب اولویت که با ضرب 3 6 تا 18 تا منفی 18 منهای 4 میشه منفی 22. پس سرعت اینجا منفی شد. اینجوری تحلیل میکنی. تغییر جهت داری یا نداری؟ خیلی راحت با همین اعدادی که توی زمانها مشخص کردی میتونی بفهم. اینجا سرعت منفی شده ولی قبلش مثبته، پس تغییر جهت داره. این همه گفتم تغییر جهت رو پس داره. خانم چه لحظه‌ایه؟ از کجا بفهمم چه لحظه‌ای تغییر جهته؟ تی چنده که سرعت 0 میشه؟ خب دوباره همین رابطه، همش با همین رابطه است. میگم دوباره می نویسم v برابر آتی به اضافه v0. میخوام ببینم سرعت 0 کی میشه؟ با شتاب منفی 3 زمان رو میخوام ببینم چقدره. سرعت اول این بازه هم 4 بوده. پس تی از اینجا به دست میاد 4/3. 4/3 ثانیه طول میکشه ها. حواست باشه این دلتاه. یعنی 4/3 بزنم تقریبا چقدر میشه؟ 1 خورده ای میشه، ولی خب بذار 1/3. آره تقریبا همون میگم 1/3 بشه. 1/3 طول میکشه. شما نگاه کن اگه بهت میگه در چه لحظه‌ای سرعت 0 میشه، اینو نه بگی یا این غلطه. تو این 2 ثانیه رو 2 ثانیه اینجا رو نباید اسکیپ کنی. 2 ثانیه با 2 داشته میرفته، با شتاب 2 کاری با اون نداریم. بعد از این چقدر طول کشیده به دست آوردی؟
0.3. پس در کل تو چه لحظه ایه؟ 2 به اضافه 1.3 میشه. خب میشه چقدر؟ 3.3. پس تو این لحظه است که سرعت ما 0 میشه. نکته مهمی بود. بریم ازش سوال حل کنیم دیگه، جمع و جور کنیم. خب بریم سراغ سوال 2. سوال خوبیه. داره بهت میگه نمودار شتاب زمان داریم. خودش بهت گفته توی لحظه 5 تغییر جهت داریم. یعنی چی؟ 0 میشه. چی 0 میشه؟ سرعت. وی ما اینجا 0 میشه توی لحظه 5. خب نمودار رو تو نگاه کن، تا 9 ثانیه رو کشیده، پس 5 یه همین جاهاست دیگه. 5 اینجا سرعت 0 میشه. بزرگی سرعت متوسط رو میخواد از لحظه تغییر جهت، یعنی از همین لحظه 5 تا 10. خب 9 مشخص کرده، 11 هم داری، پس 10 هم اینجا هست دیگه. بچه‌ها من اینو توی یه صفحه سفید میکشم که جا کم نیارم، شما هم بهتر متوجه بشید. خب بچه ها بریم شروع کنیم. یکی لحظه 5 بود که میدونم سرعت 0 و لحظه 10 هم برای ما مهمه. چی از ما خواسته بود؟ سرعت متوسط. سرعت متوسط بودش دلتا x به دلتا t. پس من باید جابجایی‌های این قسمت رو به دست بیارم. یه چیزی به ما داده، یه لحظه. خب سرعت لحظه 5 فهمیدیم 0. خب سرعت اولش رو میتونم به دست بیارم. v برابر آتی به اضافه v0 میتونم بنویسم. میگم سرعت آخر 0 شده با شتاب -2 توی مدت 5 ثانیه. سرعت اولیه چقدره؟ v0 به دست میاد، میشه 10 متر بر ثانیه. پس اینجا مشخص میکنم، مینویسم v این قسمت بوده 10. خب گفتم اون نقاط مرزی مهمه، اون جاهایی که زمان بهت داده مهمه بدونی سرعتش چقدره. الان میرم سراغ سرعت لحظه 9. خب دوباره می نویسم v برابر آتی به اضافه v0. v رو میخوام، شتابم که -2 بوده توی مدت 9 توی از 5 تا 9 رو در نظر بگی، چون یه جاش 0 شده بود دیگه، درسته؟ میتونی هم در نظر، میتونی همین کلی در نظر بگیری، هم جدا جدا حساب کنی، هر دوتاش درسته. خب این که بود -2، کل زمانش هم که 9 بود، سرعت اولیه هم که فهمیدیم 10. 2 9 که 18 تا -18 با 10 اصلا دیگه کم میشه، -8 میشه. پس این نقطه بوده -8 سرعت. خب این بالا هم می نویسم v اینجا همون -8 بوده. بریم سراغ لحظه 10. v برابر آتی به اضافه v0 می نویسم، سرعتش رو می خوام، شتابی که داریم 4 بوده و مدت زمان از 9 تا 10 در نظر می گیریم، میشه 1. سرعت اول این بازم -8 بوده، پس این میشه -4. سرعت اینجام شده -4. بچه برای دلتا x نوشتن جایی که سرعت 0 میشه رو یه دلتا x جدا به دست بیار، بعدش هم یه جای دیگرش رو به دست بیار. یعنی چی؟ اینا رو نگاه کن، اینجا برات می نویسم. یه دلتا x چه نمیره پایین؟ خب نه جا نداره. یه دلتا x اینجا می نویسم کوچیک، یه دلتا x 1 داریم، از 5 تا 9 ثانیه در نظر میتونی بگیری.
با کدوم رابطه؟ نمودارهایی که شتاب زمان هستن با این رابطه حل کن. همون رابطه که همه میگن نه این چیه، این خیلی به درد نمیخوره فلان اینا، به جای اینکه بیای نمودار بکشی ندونی چی کار کنی، با همین استفاده کن. من برای چی میگم بیا توی هر لحظه سرعت ها رو به دست بیار بنویس؟ واسه اینکه بتونی از این رابطه راحت استفاده کنی، زمانت تموم میشه. اصلا زمان واسه حل این سوال خیلی نمیذاری واقعا دستت که راه بیفته. خب دلتا ایکس 1 رو در نظر میگیریم از 5 ثانیه تا 9 ثانیه یه بار. خب سرعت لحظه 9 رو داریم -8، سرعت لحظه 5 هم که 0 بوده تقسیم بر 2 ضرب در مدت زمانش هم 5 تا 9 ثانیه 4 ثانیه است. اینا با هم دیگه ساده میشه -16. یه بارم دلتا ایکس 2 رو می نویسی از 9 تا 10 ثانیه -8 به اضافه -4 با هم دیگه جمع میشه تقسیم بر 2 ضرب در مدت زمانم که 1 ثانیه بوده میکنی میشه -12 تقسیم به 2 که میشه -6 تا. پس اینم به دست اومد. حالا مجموع اینا میشه دلتا ایکس کلت، میشه 22 -22 میشه. خب میام توی این رابطه ما دلتا ایکس رو به دست آوردیم، -22 می نویسی. کل مدت زمان از 5 تا 10 ثانیه میشه 5. خب 22 تقسیم به 5 میشه چقدر؟ 4 و 4 دهم. -4 و 4 دهم. حالا اگر اندازش رو بخواد قدر مطلقی ما در نظر میگیریم 4 و 4 دهم. جواب گزینه سه. خب و میرسیم سوال اول که نوبت شماست بچه ها. منتظر کامنتاتون هستم، جواب میدم بهتون و اینکه حتما سعی کنید که این قسمت ها رو تمرین کنید بدون کشیدن نمودار، خیلی راحت تره. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و منتظر جواب درستتون هستم.